اگه سرویسایی که ما ازشون استفاده میکنیم خودشون رو با این تکنولوژی وقف ندن و از فناوری‌های کوانتومی برای خودشون استفاده نکنن، باعث میشه که بدون انجام دادن کار خاصی بتونن اینترنت‌های در حال حاضر هک کنن. سلام بچه‌ها، من علیرضا. اینجا دیجیتال اسپارک یه محیط برای بروز نگه داشتن اطلاعات تکنولوژی. همونطور که از روی تامنیل ویدیو دیدین، امروز می‌خوایم راجع به اینترنت کوانتومی صحبت کنیم. اینترنتی که آینده رو دگرگون می‌کنه. فقط قبل اینکه بریم سراغ ویدیو، لطفاً این ویدیو رو لایک کن، چون که باعث میشه یوتیوب این ویدیو رو به افراد بیشتری نشون بده و بیشتر براشون ساجست بشه. حالا بچه‌ها، قبل اینکه بریم سراغ ویدیو، یه چیزی تو پرانتز بهتون بگم، اینه که این ویدیو کامل قسمت بندی شده است، واسه اینکه وقتی شما بیخودی تلف نشه. هر قسمتیشو که دوست نداشتین به هر دلیلی ببینید، میتونید برید سراغ قسمت بعدی و از اونجا به بعد ببینید. بدون هیچ حرف اضافه‌ای بریم سراغ ویدیو. اولین سوالی که پیش میاد اینه که تکنولوژی‌های حاصل کوانتوم چیه؟ اصلا کوانتوم چیه؟ در فناوری‌های کلاسیک و معمولی، داده‌ها به صورت بیت‌های ذخیره و پردازش میشن که دارای دو حالتن، 0 و 1. ولی در فناوری‌های کوانتومی از بیت‌های معمولی استفاده نمیشه. عبارتی از بیت‌های کوانتومی استفاده میشه یا کیوبیت‌ها. حالا این کیوبیت‌ها چیکار می‌کنن؟ در فناوری‌های کوانتومی بیت‌ها متفاوتن. به عبارتی بهشون میگن بیت‌های کوانتومی یا کیوبیت‌ها. این کیوبیت‌ها فرقشون با بیت‌های معمولی اینه که به غیر از حالت 0 و 1 یک حالت ترکیبی از این دو رو پردازش میکنن و این باعث میشه که تمام حالات رو بررسی کنن و سرعتشون افزایش پیدا کنه. فقط یه چیزی تو پرانتز بهتون بگم، اگر میخواین راجع به فناوری‌های کوانتومی بیشتر اطلاعات کسب کنید، لایک های این ویدیو رو به 10 تا برسونید تا ویدیوشو براتون بسازم. دیگه واقعا 10 تا کمه، برسونید دیگه 10 تا که یه زور کوچیک بزنید رسیده. حالا بریم سراغ معایب و مزایای اینترنت کوانتومی. با معایب شروع می‌کنیم. شماره 1، سرعت پایین برای انتقال داده‌های عمومی. ببینید، اینترنت کوانتومی یه اینترنتیه که تازه داره جا میفته و در حال توسعه است و اینطوری نیست که در دسترس عموم قرار گرفته باشه. برای همین اونقدر سرعتش بالا نیست و شاید بگم 1 مگابایت تا 2 مگابایت بیشتر سرعت نداره. ولی بعدنا چیزی که پیش بینی کردن گفتن سرعتش خیلی فراتر از چیزی که الان هستن میره. شماره 2، زیرساخت پرهزینه و پیچیده. همونطوری که گفتم، اینترنت کوانتومی اینترنتیه که در دسترس عموم قرار نگرفت. برای همین هیچ کشوری زیرساختای اینا نداره. تا اینکه بیان کشورها زیرساختاشون نسبت با این اینترنت مطابقت بدن، طول میکشه و به عبارتی پرهزینه هم هست. شماره 3، دسترسی محدود. همونطور که کشورها باید زیرساختای خودشون رو با اینترنت کوانتومی بروز کنن، افراد عامه‌ای هم که میخوان استفاده کنن باید سخت افزار کوانتومی داشته باشن. به نظر من هر چیزی اولش گرونه و کمیابه، ولی به مرور زمان هرچی اشباع‌تر بشه و به تولید انبوه برسه، قیمتش میاد پایین و به عبارتی همه دیگه میتونن استفاده کنن. شماره 4، افزایش هکرهای قدرتمند. اینترنت کوانتومی از لحاظ امنیت چندین برابر از اینترنت فعلی بهتر عمل میکنه. ولی این یک پوینت مثبت نیست و به عبارتی اگه سرویسایی که ما ازشون استفاده میکنیم خودشون رو با این تکنولوژی وقف ندن و از فناوری‌های کوانتومی برای خودشون استفاده نکنن، باعث میشه که بدون انجام دادن کار خاصی بتونن اینترنت‌های در حال حاضر هک کنن و تمام اطلاعاتش رو در اختیارشون بگیرن. حالا بریم سراغ مزایای اینترنت کوانتومی. شماره 1، امنیت غیر قابل شکست. همونطور که بهتون گفتم، اگر خودشونو به روز نکنن اون اتفاق میفته، ولی اگه هر دو طرف، یعنی هم هکر و هم سرویسایی که ما ازشون استفاده میکنیم، از اینترنت کوانتومی استفاده کنن، باعث میشه که این امنیت جون بگیره و غیر قابل شکست باشه. شماره 2، سرعت بالا. همونطوری که الان گفتم، اینترنت کوانتومی در حال حاضر سرعتش تا نهایتاً 2 مگابایت در ثانیه میره و این نشون دهنده این نیست که تا آخر همینه. بعدن که در دست توسعه قرار میگیره و به عبارت همه میتونن ازش استفاده کنن، طبق پیش بینیایی که انجام شده میگن سرعتش چندین برابر از اینترنت فعلی بیشتر و این نشونه خیلی خوبیه. شماره 3، قدرت محاسباتی بهبود یافته. درسته که اینترنت کوانتومی در حال حاضر سرعتش پایینه، ولی قدرت محاسباتی خیلی بالایی داره. حالا با قدرت‌های محاسباتی که داره، میتونن بهینه‌سازی، شبیه‌سازی و حتی تقویت هوش مصنوعی انجام بدن که به عبارتی باعث رشد چشمگیر تکنولوژی میشه. این بود از مزایا و معایب اینترنت کوانتومی. اگر تو هم دوست داشتی این موضوع، لطفاً ویدیو رو لایک کن، کانالم رو سابسکرایب کن تا یوتیوب این ویدیو رو به افراد بیشتری نشون بده. مرسی که تا اینجا همراه هم بودی. فعلا.